حسین تو میدونی داری با زندگی چیکار میکنی؟ چی شده من یوسا؟ کته به اون راه نزن. مجبورم. حسین جان این چه حرفیه داری میزنی؟ مجبوری داری زندگیت خراب میکنی؟ مجبورم خودمو سرگرم کنم با این زهر مالی. یادم بره بابام نیست، مامانم چقدر سختی کشید، اشغالای بچگیام، بیرون رفتنا، همشون یادم بره. این چه حرفیه تو میزنی؟ حسین جان به خدا این راهش نیست. آقا سیامک اگه الان این هدلایت مارکت نبود، این همه مال و اموال نبود، دوباره این حرفو میزدی؟ پسر جون چرا این فکر میکنی که من شب خوابیدم صبح پا شدم صاحب 2 تا شعبه هیدلایت مارکت شدم؟ پسر جون منم سختی‌های خودم کشیدم، مثل تو شونه خالی نکردم. الان دیگه دیره، نمیتونم ترک کنم، اینم شده یه دردی رو دردای دیگه. حسین جان به خودت بیا، به مادرت فکر کن، به خواهرات فکر کن، اونا به جز تو کسی ندارن. نذار مادرت ببینه تنها امیدشون افتاده تو جون. کمکم میکنی؟ حسین باور کن تا پاک نشی دوباره بر نگردی به زندگیت، پات واپس.